то иншалло ният мекунем. Чили ки дар поём гуфтем ният аз борои худо мекунем. Фаромӯш накунем ки ҳар як лаҳза, ҳар як қадаме ки мо зимондисем бояд аз барои худо бошад. چیزی که شما آرزو دارین در دلتون برای خوش تولدتون، برای نزدیکاتون، برای گذشتگیاتون، ای حاضر دعا را سر کنید. برای وطن عزیزمون، برای همه دوستایی که هست، کسلی باشن، عائله‌ای که فرزند ندارن، اینم حاضر دعای ما و شما مستجابه. دعایی که خدا قبول میکنه. کوشش میکنیم از برای خدا حرکت میکنیم و فراموش نکنیم که در وقت یعنی سفر عمره هر یک قینی که شما در مثال یگان بازبینی میشود، یگان تأخیر میشود، از برای خدا صبر کردن این مغفرت گناه میشود. هر یک گناهی که بود، هر چیزی که در زندگی ما بود، همین سفر چیکار میکنه؟ همین سفر میتونه سبب شدن برای تازه شدن گناه ها. مثلا هر یک شخص وقتی که از برای خدا عمره میکنه، مانند بوده که نوزاد بود تازه میوه. برای همین قخمون باید شب و روز شکر کنیم، خدا را یاد کنیم، نماز و عبادت هایی که هست که در سفر میرود، در مسجد الحرام در مدینه میکنیم، از برای خدا همش میخونه. و چخیلی که ما گفتیم در حق همه برادرها و دوستا و نزدیکا فقط دعا میکنیم. دعا یک مخ العباده حبیب خدا و علیه و سلم که دعا مغز عبادت است. چیزی که شما آرزو دارین چخیلی که من با تکرار کرده ایسم، یگان ذره شک نبرین که خدا چیکار میکنه، همون آرزوی که شما دارید عملی میکنه. فقط ایروی که ما مهمانای خدا هستیم. وقتی که خدا مثل شما توفیق میده برای رفتن، برای عمره کردن یا برای حج کردن، یک نشانه که خدا ما رو چیکار کرده، دعوت کرده مهمانی. وقتی که ما و شما مهمانی خدا میشیم، اون ناز و نعمتی که برای ما و شما خدا میده فقط خدا میدونه. خدا قبول کنه انشالله، اجر همه ما رو خدا انشالله زیاد بگردونه. اینو آن دنیای ما بخیر میکنه. آمین یا رب العالمین. الله اکبر. رفتیم حرکت میکنیم. بچه‌ها عزیز انشالله امروز 1 август یکم ریس روان کردیم. باز روزی 17 چیزلا داریم، روزی 28 август، یعنی 17 август و باز بعدتر میگم که 17 август چند روزه داریم و روزی 28 август چند روزه داریم. مایده انشالله رفته استودیو راه سفید برای ریکار شد. دعاگو باشید. خوب دوستان عزیز، چخیلی که گفتم از میگم 4 август اینا که امروز یکم 4 август جا داریم. $1400 شهروندی روسیه، $1500 شهروندی تاجیکستان که ای روسیه میروند، ای مسکو درسترش. بعدا 17 август داریم. 17 август برادر عزیز 21 روزه شهروندی تاجیکستان باشه $1350، شهروندی روسیه باشه $1250. یعنی که 1350 شهروند تاجیکستان، شهروند روسیه $1350. در این بخروک است. اگر کسی بخواد که ما پیتنش کش کنیم $200 کنیم، مثلا میگه شهروند روسیه‌اش 1000 بعد 450 و 1550 میشه. 21 روز میسته. بعدم 24 август داریم دوستان عزیز، در وای 1400 1500 که گابیچنه. بعد با داریم 31 август برادر. این ماهاش هم که اینفورماسیون باستونای زنگ زنیم رقم 93 ما در خدمت شما ان شاء الله. راه بالادای با تجربه. السلام علیکم.